گوش کرده سمکه. سلام دادا جان امروز خب حال میکنیم مایلش. دختر جان تو خانه برا من میبینم بعد گپ میزنیم مایله. میخواستم بگم که نرازمان جای اول را گرفته لیکی افسوس. دادا جان یاردم نمیتونی درسمو ترک کنم؟ دختر جان من کار دارم. من تلفن باز کنم بعد تیار میکنیم مایله. مریم مریم ها بیا بچه‌م خوراک خوریم. وقتای آخر دخترم تماما دیگر شده است. یک بار به نزد دکتر برده نشان ندهم نمیشود. دکتر جان فرزند من آخران وقتا نه درسش را تیار میکند نه گپی ما را میگیرد. چی شده باشد من نفهمیدم. خواطر نشوید. حالی فرزندتان خوبه. فقط عصباش کمتر مونده شدگی و فکر میکنم که از چیز زیقه. زیق؟ از چی زیق شدنش ممکن؟ تلفن دارد چیزی گوید گرفته میدهیم. همه یافتم از همین دخترم است. از چی زیق شدنش ممکن؟ پیشم یگان بار هم خیلی حالت رخ میداد یا شما گپ زدگی بودین در این باره؟ نه راستیگه. خیلی نباشد تازه من میرم قدش گپ میزنم در تاخگی. شما همین پشت درد منتظر شوین بعد حتما شما رو خبر میکنم. خب رحمت خدا. خب دخترم کنی ما در گپ زن در این سین سال از چی زیقی؟ از هیچ چیز. تلفن تمام دمیتی؟ نه انا که چی؟ ای قام تزن کنی اکما دا بگو برای چی بسیار تلفن بازی میکنی؟ پدر مادر تزیق میکنی؟ خوراک نمیخوری؟ پدر این قطر ناز میدیده تلفن پلانشت یک گله چیزو خریده. تو چی با گپی با یارا نمیگیری؟ خچان نایمده بسیار تلفن باز میکنن. دادم اگان چی دشمده در کار نیست. و تو چی در کار از دختر جان؟ دادم قچیمه بازی کنن یا جای درس تر کنیم. برای من بسیار وقت جدا کنن. ایخواه میخزن تلفن. در وقت خوراک خوردن تلفن. با تلفن خواب میرن. فقط با من میگن رو درساتا کن. رو تلفن بازی کن. رو با من خلال نرسون. دکتر من دادم سخت نقض میبینم. حتی در خانه باشنم یاد میکنم. دادم بگن که قچیمه بسیار بازی کنه. اگر ما با اکران کمتر نظر کنیم میتوانیم وقت بیشتر رو با خود و نزدیکانمون بخشیم. بیایید نه تنها با پیام ها بلکه رو به رو چشم به چشم صحبت کنیم. آخر مهر در نگاه ها احساس می شود. امروز هر یکی ما با انتخاب خود پایدیوار حیات آینده را می سازیم. از همین سبب
بیایید آینده خود را یکجا حفظ کنیم. با سلامتی و وقت قیمتمان احتیاط باشیم تا نسل آینده از ما راضی باشد.